خب دوستان، در این درس قصد دارم فرمول ها و توابع مربوط به نرم افزار اکسل و تنظیمات مربوط به اونها رو بهتون آموزش بدم. وارد پنجره اکسل آپشن شدم و از این قسمت گروه فرمولات رو انتخاب کردم تا تنظیمات مربوط به اون در این قسمت برای من ظاهر بشه. در گروه اولی که اینجا وجود داره Calculation Options، ما در واقع اختیارات محاسبات رو داریم. ما در اینجا میتونیم تنظیم بکنیم که محاسبات به چه شکلی باشه و به چه صورتی انجام بشه. قسمت اولی که اینجا وجود داره و به حالت انتخاب در اومده حالت اتوماتیک هست که در واقع میاد محاسبات رو به صورت خودکار و به شکل خودکار برای ما انجام میده. با انتخاب حالت دوم ما تعیین میکنیم که در زمان فرمول نویسی و همچنین انجام محاسبات مختلف دیتابیس و جدول داده های ما از قاعده فرمول نویسی مستثنا باشه. و اما حالت سوم حالت منوال یا همون حالت دستی هست که میاد به صورت دستی فرمول نویسی رو انجام میده. اگه من این گزینه رو انتخاب بکنم، یعنی گزینه دستی رو انتخاب کنم، این قسمت که مربوط به تنظیمات دستی هست برای ما فعال میشه. داره میگه Calculate workbook before saving. زمانی که این حالت رو انتخاب بکنیم به معنای اینه که قبل از ذخیره سازی سند مجددا میاد محاسبات رو انجام میده و بعد سند رو میبنده و اون رو ذخیره میکنه. در واقع میاد اطمینان ما رو دوچندان میکنه. اما حالتی که معموله و به صورت عمده انجام میشه حالت اتوماتیک و حالت محاسبات به صورت خودکار هست که من دوباره اون رو انتخاب میکنم. در این قسمت همونطور که مشاهده میکنید یک گزینه برای انتخاب داریم. اگر من بیام گزینه Enable رو انتخاب بکنم به این معنیه که عمل محاسبات به شکل تکراری انجام بشه. در قسمت مکسیموم ما میتونیم تعداد تکرار رو وارد بکنیم و بگیم که مثلا تا حد اکثر چند مرتبه این فرمولا محاسبه بشن و انجام بشن. ما حتی میتونیم دقت محاسبات رو هم بالا ببریم. مثلا در این قسمت مکسیموم چنج با مقدار 1000 میتونیم مشخص بکنیم که حد اکثر تغییراتی که توی سند داریم چطور باشه. مثلا به اندازه 1000 باشه. این رو مشخص بکنیم، یعنی دقتمون رو بالا ببریم. گروه بعدی که اینجا وجود داره گروه Working with Formulas هست. با استفاده از امکانات مربوط به این قسمت تنظیم میکنیم که چطور میتونیم با فرمول‌های مختلف کار بکنیم. حالت اولی که اینجا وجود داره حالت R1C1، ما میتونیم از یک استایل خاصی مثلا با همون فرمات R1C1 در حقیقت روش اعجاب سلول ها هست که میتونیم اون رو تغییر بدیم. گزینه بعدی فرمول آتو کامپلت هست که خیلی هم پرکاربرده. زمانی که ما فرمول نویسی رو داریم انجام میدیم میتونیم بگیم که با این گزینه فرمول نویسی به طور خودکار پر بشه و انجام بشه، یعنی تشخیص بده که من دارم از چه فرمولی استفاده میکنم و سریعا پر کنه و اون رو به صورت آتو کامپلت به من تحویل بده. حالت سوم یوز تیبل نیم این فرمولاز هستش که در واقع با فعال بودن اون میتونیم از نام جدول ها در فرمول های خودمون استفاده بکنیم. مثلا بگیم که جدول اول در جدول دوممون ضرب بشه یا دو تا جدول نامشون رو وارد کنیم و بگیم که میخوایم اطلاعات مربوط به این دو تا جدول با هم جمع بشن. حالت آخری که مربوط به کار با فرمول ها هست و اینجا به حالت انتخاب در اومده، با استفاده از اون میتونیم تعیین بکنیم که بحث مربوط به پیوت دیتا ها یا داده محوری ها و توابعی که داریم برای جدول محورها قابل استفاده باشه و از زمانی که ما داریم این مبحث رو استفاده میکنیم ارجاعات و ریفرنس هایی هم به اونها انجام بشه. گروه بعدی که اینجا وجود داره گروه ارور چکینگ هست که بررسی میکنیم خطاهای مختلفی که در نرم افزار اکسل وجود داره. با انتخاب گزینه Enable Background Error Checking ما میتونیم مشخص بکنیم که قابلیت بررسی خطاها در یک بک‌گراندی رو انجام بده، به این صورت که هر زمانی که مشغول به کار در فرمول نویسی اکسل هستیم این قابلیت فعاله و هر زمانی که ما خطایی داشتیم به صورت کامل اون خطا پیدا میشه و شکل صحیح در اختیار ما قرار میگیره. در قسمت Indicate Error Using This Color ما میتونیم بگیم که یک رنگ مخصوصی رو برای ارور خودمون و خطای خودمون استفاده بکنیم. همونطور که مشاهده میکنید رنگ سبز نمایانگر نرم افزار اکسل. ما میتونیم از همین رنگ به طور پیش‌فرض استفاده بکنیم و
و بیایم با این منوی بازشونده رنگ مخصوصی رو برای خطاهای خودمون انتخاب بکنیم که خطاها به این شکل و به این رنگ برای ما نشون داده بشن و یا میتونیم همین حالت سبز رو بذاریم بمونه. با انتخاب گزینه Reset Ignored Errors ما میتونیم خطاهایی که نادیده گرفته شدن رو به حالت اول برگردونیم، در واقع بازگردانی بشن به شکل اول خودشون. و اما گروه آخر Error Checking Rules هست که مربوط میشه به قاعده چک کردن و بررسی کردن خطاها که ما با استفاده از این گزینه‌ها میتونیم نقوش مربوط به بررسی خطاها رو بررسی کنیم و ببینیم که چطور میتونیم به یک نتیجه مناسبی در زمان رخ دادن خطا برسیم. با استفاده از گزینه اول ما میتونیم پیغام‌های خطا و معرف‌های اون رو که امکان ویرایش کردن و اصلاح کردن خطاها در فرمول نویسی یک فرمول رو دارن نمایش بدیم. با استفاده از گزینه دوم ما این امکان رو داریم که بتونیم در جدولی که داریم مشخص میکنیم که بحث اصلاح خطاها وجود داشته باشه و مقادیر اونها رو هم بر اساس نوع نیاز خودمون با توجه به مقادیری که در جدول داره بتونیم اصلاح بکنیم. با استفاده از گزینه سوم میتونیم تعیین بکنیم که سلول هایی که برای نمایش سال استفاده میشن به صورت دو رقمی نشون داده بشن، مثلا سال 92 یا سال 2013 به صورت عدد 13 نشون داده بشه. با انتخاب گزینه بعدی ما میتونیم قالب بندی اعداد رو بگیم که به چه شکلی باشه. میتونیم بگیم قالب اعداد به صورت متن باشه. گزینه بعدی مربوط به زمانیه که فرمول هایی که به شکل متناقض در داخل یک سلولی وجود دارن بتونن به ما نشون داده بشن و اصلاحات مربوط به اونها حتما انجام بشه. گزینه ششم مربوط به فرمول هایی که داخل یک سلول هستند و بنا به دلایلی و عللی از قلم انداخته شدن و نوشته نشدن. اینها رو هم میاد برای ما اصلاح میکنه. حالت هفتمی که اینجا وجود داره مربوط به سلول هایی که شامل فرمول هستن و از حالت قفل میاد اونها رو خارج میکنه، در واقع میاد اونها رو آنلوک میکنه. گزینه هشتم که اینجا وجود داره میگه فرمول ها ارجاع داده بشن به سلول های خالی. و اما گزینه آخر مربوط به داده هایی که داخل جدول ها وارد میشن و نامعتبر هستن که میاد در بحث ارور چکینگ اونها رو مشخص میکنه. در واقع این گزینه هایی که در گروه Error Checking Rules بودن ما با توجه به اینها تونستیم تعیین بکنیم که قابلیت Error Checking و بررسی خطاهای اکسل چطور با اینها رفتار بکنه و آنها رو مشخص کردیم. با فعال بودن و غیر فعال بودن این گزینه ها وضعیت رسیدگی به خطاها و چک کردن اونها رو تونستیم تعیین بکنیم. بیشتر با این گزینه ها میتونیم کار بکنیم و اونها رو استفاده بکنیم. خیلی ممنون که در این بخش با من همراه بودید.